یو گایز چطور بچه‌ها؟ من لیگ مستر هستم. خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید. آقا امروز اومدیم با بازی دریم لیگ 2019 ولی مد شده. آقا همه تیمو چیندم. الان اومدیم با هم بازی کنیم. بعد ویدیو اولو که دیروز آپلود کردم خیلی تره کنید. اومدیم با ویدیوهای دریم لیگ. لایک و کامنت و سابسکرایب هم فراموش نشه و عشق کنید. بزنید بریم سراغ بازی. لیتس گو. خب تیم معمول لباس قرمز است که نیمار و رونالدو و مسی هم داخلش هستن. تیم حریف خب این لباس سفید و آبی است. برو بریم داخل بازی. لیتس گو. رونالدو دقیقه اول بازی سری گل میزنه. واقعا دمش گرم. چه گل خفنی هم زد خدا وکیلی. بابا خطا. چه شوتی زن نیمار. ولی بازم دروازه‌بان سیو میکنه. نیمار رونالدو به تیرک میزنه. کریستیانو رونالدو گل دوم، فکر کنم گل دوم. آره گل دوم هم به ثمر میرسونه اگه اشتباه نکنم. بله گل دوم. چه پاور شوتی میزنه کریستیانو رونالدو. هتریک کریستیانو رونالدو. بچه کسایی که اینجا فیفا باز هستن حتما بنویسن پاور شوت چیه. حتی همه کامنت ها رو من لایک میکنم و میبینم. عاشقتون. پاور شوت مسی. دوتا اسطوره با هم پاور شوت میزنن. یعنی یه بار رونالدو یه بار هم مسی. واقعا اکیپ خفنیه. بعد دوباره پاور شوت کریستیانو رونالدو. 5-0 در دقیقه 28. واقعا خیلی خفنه. حالا کریستیانو رونالدو و به بیرون میزنه. شوت بسیار زیاد رونالدو. مسی واقعا بچه چه سری زد. دیدید خیلی خفن زد ولی حیف گل نشد. اگه گل میشد بهترین گل به خدا وکیلی. خطا. دیبروینه خطا میکنه و داور اخطار به دیبروینه میده. باری کلا پیتر چک. راستی بچه یادم رفت بهتون بگم من پیتر چک رو دارم. بذارید یه لحظه ترکیب رو بیارم. اینم ترکیب من: مسی، رونالدو، صلاح، امباپه، نیمار، گوندوان، پیکه، بله، کاوانی، دیبروینه و پیتر چک. بریم سراغ ادامه بازی. نیمه اول به اتمام میرسه. میریم واسه نیمه دوم.
سانت رونالدو برای مسی. حالا مسی و گل. لیونل مسی گلی که به ثمر میرسونه. Could be in trouble here. Oh, determined challenge there. Ronaldo. سانت زیبای کریستیانو رونالدو و توپی که میونل مسی به دست میده. حالا رونالدو خطا بر روی خطای رونالدو گرفته میشه. دقیقه 60 بازی. کم کم داریم به دقیقه 70 نزدیک میشیم و دوباره خطا. حالا امباپه. تیرک امباپه. وای چه تیرکی زد امباپه. حالا گوندوان و به بیرون میره. حالا مسی. خود مسی و گل. لیونل مسی و رونالدو دوتا داخل این بازی هتریک میکنن و کم کم داریم به دقیقه پایانی بازی نزدیک میشیم. That's nicely played. What a well-timed tackle. He's onside here. Oh, here's Messi. حالا لیونل مسی شوت بلندی. چه شوتی زد واقعا. یکم بلندتر بود. بلند بود شوتش. و 2 دقیقه وقت اضافه. و تمام 7-0 تیم علی گیم مستر میبره. خب بچه دمتون گرم. مرسی که تماشا کردین. اینم بود از این ویدیو. اگه دوست دارید دریم لیگ های خیلی زیادی دیگه مثلا دریم لیگ 2024 اینا اگه دوست دارید اونا هم براتون بذارم حتما لایک کامنت و سابسکرایب کنین. این ویدیو رو هم مثل ویدیو قبلی بهتر کنین. لایک و بازیراشو عاشق مشاقتونم و تا ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا پیس آوت.